جلسه مخصوص شهرداری با واکنش به خبر شکنجه زن جوان در این بنا برگزار شد. دادستان شهر دوشنبه در این جلسه گفته است که در رابطه با شکنجه مدینه محمدجانова دو نفر را بازداشت کردند. اینها عزیزه دولتوف و لطفالله دولتوف میباشند. به گفته دادستان آنها حالا در بازداشت هستند. عزیزه دولتوف همسر لطفالله دولتوف بوده است. به گفته برخی از همکارانش لطفالله نام اصلی پرویز دولتوف میباشد. هنوز دقیق نیست که علیه عزیزه و لطفالله دولتوف ها بر اساس کدام بند کدکس جنایی پرونده باز شده است. به گفته نزدیکان جبریده مدینه در حالت وزنین است و ممکن است معلول ماند. قضیه برای آن داغ شد که مقامات حفظ حقوق گمانبران را بر پایه قانون عفو از جوابگری آزاد کردند و پرونده جنایی هم باز نشده است. بر پایه این فعالان جامعه شهروندی هفته گذشته با یک مراجعت دست جمعانه از رستم امامعلی خواستند به قضیه رسیدگی کند. در واکنش رئیس شهر دوشنبه هم که روز 3 اکتبر پخش شد، این نکته تصدیق شده است که عاملان قضیه مدینه محمدجانova با تطبیق قانون درباره عفو از جوابگری آزاد شدند. واقع ماه اوگوست رخ داده عزیزه دولتوف به آن گمانبر می شود که معشوقه شوهرش لطفالله دولتوف را از شهر بیرون برده شکنجه کرده است تا از شوهر او دست کشد. نظر عزیزه دولتوف و وکیل مدافعش تا حال در رابطه با این قضیه دسترس نیست. فعالان جامعه شهروندی میگویند که اینجا خشونت و زورآوری نسبت زن و خنک نظری مقامات در تحقیق حادثه سبب داغ گشتن آن شده است. حالا پیشرفت در حل قضیه و آن هم پس از مراجعت دست جمعانه با رئیس مجلس ملی تاجیکستان شهرداری دوشنبه و پسر پرزیدنت کشور رستم امامعلی سوالهای را به میان آورده است که چرا مقامات در اجرای وظیفه های خود سهلنگاری کردند. حادثه همچنین مسئله محاکمه و مجازات خودسرانه را داغ کرده است. ما این موضوع را پیگیری داریم و در صورت دریافت اطلاع بیشتر شما را در جریان میگذاریم. مولا رجب یوسفی، نگار فضل‌الدین، آزادی دوشنبه.